امروز میخوایم با هم دیگه این انیمیشن جذاب اینستاگرام رو بسازیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. سلام بچه‌ها، خوش اومدین به چنل من. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ممنون که من انتخاب کردین. خب امروز میخوایم بریم با هم دیگه این انیمیشن لایک رو که مخصوص پست های اینستاگرامی هست رو با هم بسازیم. بریم که شروع بکنیم. خب بچه‌ها، اول از همه وی اس کدمون رو باز می‌کنیم طبق معمول. من اینجا یه دونه فولدر ساختم، اینستاگرام لایک انیمیشن. داخلش index.html می نویسم. خب من اینجا بچه‌ها به خاطر اینکه شما گیج نشین میخوام همه حالا HTML CSS و جاوا اسکریپتمو توی یک فایل HTML بنویسم، ولی شما میتونین کاملا جدا بنویسین، حالت اکسترنال بنویسین و با هم دیگه بستشون بکنین. خب من میام از این امیتر استفاده میکنم و بولپرت HTML درست میکنم. خب به این صورت بعد میام شروع میکنم به نوشتن JS، نوشتن HTML ببخشید. خب تگ مینمو مینویسم. داخل تگ مین یه دونه هدر دارم که حالا پست هدر هست. این تگ مین من کلاسش پسته. خب من اینجا هم برای شما پست هدر رو اینجا مینویسم که یه موقع اشتباه نکنی. اینجا خب آواتار، یه آواتاری حالا مثلا داره. اینجا من A اول حرف اسم خودم رو می نویسم. اینجا یوزر اینفو. خب بچه ها ببخشید من اینو باید داخل این قرار بدم. خب این از هدر ما تموم شد. میریم سراغ ایمیج. توی ایمیج من میام پست ایمیج استفاده میکنم، یه دیو درست میکنم، از تگ img استفاده میکنم. اینجا خب میتونم حالا یک لینکی رو داخلش قرار بدم، بعدا این کار رو انجام میدم. اینجا مثلا میگم developer work space و درگبلش هم خاموش میکنم، درگبلش هم فالس میکنم که دیگه نتونه درگ بکنه اون کاربر. و حالا اینجا میام سراغ این که حالا اون لایکی که من میخوام روی خود عکس بیفته انجام بدم. اینجا من کدش رو از داخل اینترنت برمیدارم، قرار میدم. من کامنتش رو بنویسم big heart for double click. خب بچه ها این کد SVGش هست که حالا من براتون این کلا این سورس رو براتون قرار میدم داخل صفحه گیت هاب هم که میتونین لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم که میتونین برین فالو بکنین. این از این. مسئله بعد اینه که خب این دیو بسته میشه به کنار. میایم اینجا میریم سراغ اکشن ها. حالا باتنی که ما اون پایین داریم، اکشن باتنامون، میایم اینجا یه تگ دیو درست میکنیم با کلاس اکشنز. بعد اینکه ما یه باتن درست میکنیم با کلاس لایک باتن. این از این. و یه آریا لیبل هم براش قرار میدیم، میگیم که مثلا میخوایم لایک پست. خب بعد اینجا بچه ما میخوایم این SVG رو اینجا قرار بدیم. این خودش SVG. ببین وقتی شما این خودش SVG اینجا که کلیک میشه بازم خودش SVG دیگه است. خب اینم میرم از توی سورس کدام برمیدارم و توی کدام قرار میدم. خب بچه من این SVG هم اینجا قرار دادم. میریم سراغ یه اسپند که داخل همون باتن که برای پارتیکلز هست، برای اون حالت پارتیکل هایی که دور لایک کردن موقع لایک کردن انیمیشن داره، اونا رو میخوام درست بکنم. خب فعلا خالی میذارم، میخوام با JS هندلش بکنم. این از این. حالا شما میتونین اینجا بعد از این هم کامنت مثلا براش بذارین، یا مثلا میتونین از میشه گفتش که شیر استفاده بکنی. ولی خب من میخوام ویدیو بالا نره، تایم ویدیو بالا نره، صرفا فقط لایک رو اینجا قرار میدم. خب این از این. ببخشید. حالا میریم سراغ استایل دادن. میریم توی تگ هد. اینجا میایم شروع میکنیم به استایل دادن دیگه. خب اینجا من باکس سایزینگش رو بوردر باکس در نظر میگیرم، مارجین و پندینگش هم 0 باشه. به بادی خب ببخشید این خود هوش مصنوعی گیت هاب کوپایلت میاد اینا ساجست میکنیم. این هایتش رو میدم
بخشید این هایتش میدم 100 VH، مارجینش هم که 0، دیسپلیش گرید بهش میدم، پلیس آیتمزش سنتر، فونت فامیلی یه فونت فامیلی هم بهش میدم، بکگراند هم بچه بکگراند هم من از توی سورس کدم الان برمیدارم اینجا قرار بدم. اینجا به این صورت کالرش هم روی 3 تا F که هم رنگ سفید باشه قرار بدم. این از این کلا ما اینجا اومدیم کالر ریست کردن حالا HTML رو انجام دادیم، ریست دیفالت استایلز انجام دادیم. از اینجا به بعدش میخوایم بریم سراغ پست. خب پست استایلامون رو اینجا انجام بدیم. خب ما اینجا می‌نویسیم پست، ویدثش رو در نظر میگیریم، نه از مین استفاده میکنیم، مین 420 پیکسل در 92 WV ببخشید. خب اینجا اوورفلوش هم هیدن قرار میدیم، بعد بوردر براش در نظر میگیریم، یه پیکسل سالید باشه 27 2A. این از این. ردیوسش هم که اینجا خود کوپایلت اومده گفته 24 پیکسل. بکگراندش هم که اورفلو اینجا خودش گذاشته بود، ما بکگراند هم اینجا وارد میکنیم، شارپ 1 1 1 1 1 3. خب یه دونه که زیاد زدم درسته، یه باکس شادو هم بهش میریم دیگه به این صورت. و حالا این از این میریم برای هدر استایل بدیم به هدرمون. خب این دوباره اومد برای ما این کارا رو کرد. نمیخوام پیشنهاد نده عزیز من، بعضی جاها خوبه ها بعضی جاها خراب میکنه. خب این از این. ما اینجا دیسپلیش رو فلکس در نظر میگیریم، الان آیتم سنتر گپش. بچه‌ها اگه اینجاها رو بلدین شما میتونین ویدیو رو حالت تون بذارین و پیش بریم. پدینگ رو هم 12 پیکسل در نظر میگیرم، میتونم بکنم 16 پیکسل. خب این از این. عرضم به حضورتون که آواتار هم داشتیم. خب ما اینجا میگیم که ویدثش 42 پیکسل درسته، هیتش هم 42 پیکسل. اینجا دیسپلیشو ای بابا دیسپلیشو گرید در نظر میگیریم، پلیس آیتمش رو سنتر میذاریم، فلکس شرینک بهش میدیم اینجا ببخشید اینجا اوکیه. بوردر ردیوس 50 بهش میدیم، بکگراندش هم لاینر بکگراند میدیم که مثل اینجا بشه، دقیقاً مثل اینجا بشه. بکگراندش هم لاینر گرادینت میذاریم که مثل اینجا بشه دقیقاً. خب بچه‌ها من اینجا اومدم از اون سورس کد قبلی برداشتم که وقت ویدیو گرفته نشه. حالا براتون توضیح میدم. فونت ویتش رو 700 در نظر میگیریم، فونت سایزش هم 20 در نظر میگیریم. خب بریم سراغ بعدی یوزر اینفو هست. یوزر اینفو و حالا اون یوزر اینفو استرانگ و یوزر اینفو اسمال. خب من اینا رو دوباره از توی سورس کدام برمیدارم و اینجا میذارم که وقت ویدیو زیاد نشه. خب بچه‌ها من اینجا اومدم به یوزر اینفو فلکس دادم، فلکس دایرکشنش رو کالم در نظر گرفتم و گپ 3 پیکسل دادم بهشون. به اون حالا استرانگی که داخل یوزر اینفو بود 16 پیکسل دادم، به اسمالش هم کالرش رو تغییر دادم و 14 پیکسل در نظر گرفتم. دقیقاً میشه اینجا همچین چیزی و این الان برای ما اوکی شده. میریم سراغ قسمت بعدی ایمیج هست. خب باز هم من این رو از توی سورس کدام برمیدارم که وقت گرفته نشه. خب بچه‌ها من اینجا از اومدم اون کلاس رو گرفتم، پوزیشن ریلیتیو دادم، اسپکت ریشیو 1:1 در نظر گرفتم، اوورفلو هیدن، کرسرش هم پوینتر در نظر گرفتم که اگه موس روش بره تغییر بکنه کرسر موس. این ایمیجی که داخلش بود ویدث رو 100% گذاشتم، دیسپلیش رو بلاک کردم، آبجکت ویدثش رو کاور در نظر گرفتم، یوزر سلکتش رو نان در نظر گرفتم و اصلا دیگه کاربر نتونه درگ بکنه دیگه. از وب کیت استفاده کردم که دیگه کاربر نتونه درگ بکنه. خب حالا بریم سراغ این قسمت کلا اون پیک دابل کلیک هارت. میریم این قسمت. خب بچه اینجا من به اون
کلا قلبه پوزیشن ابسولوت دادم، از بالا و پایینش، از بالا و سمت چپش 50 پیکسل، ویدت و هایتش 110 پیکسل در نظر گرفتم، اپاسیتیش رو 0 در نظر گرفتم برای بار اول، یعنی وقتی که خب عادتا دابل کلیک نمیکنه روش، پوینترش رو نان در نظر گرفتم، فیلترش رو دراپ شادو گذاشتم، ترانسفورم براش گذاشتم روی ترنسلیت -50% -50% و اسکیل 0. اون بیگ هارد اون پثش رو چون SVG بود اون رو واید در نظر گرفتم. بعد روی بیگ هارت کلاس شو این انیمیشنی که من اینجا ساختم رو 800 میلی ثانیه و با فرمت ایز، انیمیشن ایز، حالت ایز قرار دادم که 0% باشه، اپاسیتی 0 باشه، 25% 1 باشه، 45% دیگه خب قاعدتا 1، 65% اینجوری اسکیلش بزرگتر میشه و 100% دوباره اپاسیتی 0 میشه و دوباره اسکیلش هم 1 و 4 میشه. این تا اینجای کار. مورد بعدی میریم سراغ دکمه اکشن ها. خب ما برای دکمه اکشن ها اینجا میایم خب پوزیشن دیگه دیسپلی فلکس، الای آیتم سنتر، گپ 14 باتن براش توی باتن بوردرش رو 0 در نظر میگیریم، آوتلاین نداشته باشه، کلا پدینگ 0، بک‌گراندش ترانسپرنت، کالرش وایت باشه، کرسرش هم پوینتر باشه، اکشن باتن ویدت و هایت 32 پیکسل باشه، دیسپلیش گرید و پلیس آیتم سنتر، اون SVG که داخل اکشن باتن هست 27 پیکسل در 27 پیکسل باشه، استروکش هم کالر باشه، فیل نداشته باشه چون اینجا اگه دقت بکنین اینجا فیل نداره، فقط یه استروک داره. لایک باتن رو اینجا ما ریلیتیو در نظر گرفتیم، ویدفش 34 در 34، ویدت هایتش، هارت آیکونش هم ریلیتیو در نظر گرفتیم، زد ایندکسش 2 باید باشه، ویدت و هایت 30 پیکسل باشه، اوورفلو ویزیبل و فیل ترانسپرنت، استروک وایت و استروک ویدفش اینا دیگه اوکی کردم، ترانزیشن براش دادم. لایک باتن وقتی لایک شد فیل بشه این رنگ، استروکش هم این رنگ باید بشه و یه انیمیشن هم بهش دادم که با حالت کلا کیوبیک بیزیر. اینجا بهش گفتم که مثلا به چه صورت باید باشه، صفرش اسکیلش خب 14 هم باشه، 45% شد 1 و 14 هم، 70% دوباره 9 هم و 100% 1 باید باشه، یعنی یه حالت اینجوری، یعنی اسکیلش بره بالا دوباره 1 میشه. این تا اینجای کار. این پارتیکل هامون هست که ابسولوت بهش دادیم، اوکی همه چی، تاپش 50%، لفتش 50%، ویدتش 1 پیکسل، دوباره به خود پارتیکل ها یه دونه پارتیکل هم دوباره ابسولوت دادیم، بالا و چپش 0، ویدتش 7 پیکسل، بوردر ریدیوس 50 پیکسل و 50% باشه که دایره‌ای بشه، اپاسیتیش فعلا برای بار اول 0، اسکیلش رو 0 در نظر میگیریم، بعد یه انیمیشن بهش میدیم، پارتیکل برست رو اگه 0 بود اپاسیتی 1 در نظر میگیریم، اسکیلش 1 میشه، بعد 70% اپاسیتی 1 میشه، 100% اپاسیتی 0 میشه و کلا ترنسلیت و حالا با استفاده از کلکیولیتور اومدیم اینجا حالا توی محور x و y اومدیم محاسبه کردیم و در آخر هم اسکیلش 0 میشه. خب در آخر میریم سراغ پست کانتنت. اینجا پدینگ بهش میدیم، لایک بهش میدیم، مارجین بهش میدیم، فونت سایز بهش میدیم، به کپشن و هیچ مسئله‌ای نداره. ما اینجا فقط یادمون رفته کپشن بنویسیم، من اینجا کپشن دوباره می‌نویسم. خب این کپشن من 128 تا لایک مثلا خورده، علی چت ریس اس انیمیشن این هست. خب ما میریم اینو تستش کنیم. خب الان قاعدتا جاوا اسکریپتش چون ننوشتیم کار نمیکنه، ولی خب از لحاظ ظاهر می‌بینیم که همه چیز اوکیه و همه چیز کار میکنه و اصولیه. خب میریم سراغ نوشتن جاوا اسکریپتش. میریم این پایین از تگ اسکریپت استفاده میکنیم و اینجا شروع میکنیم به ساختن جاوا اسکریپتش کلا. حالا این رو داره بهمون پیشنهاد میده به خاطر که من از قبل نوشته بودم. ولی خب میریم اول از همه المان ها رو دریافت بکنیم. میرسیم کانست لایک باتن، هارت آیکون، بیگ هارت، particles container، یه دونه هم likes text و هم اینجا document. خب اینجا میگه پس ما اینو لایک باتن گرفتیم، هارت آیکون گرفتیم که البته ما اونجا هارت آیکون نداریم، ما لایک باتن داریم، پست ایمیج داریم، اینجا با پست ایمیج کار حل میشه. بیگ هارت داریم که گرفتیمش، یه پارتیکلز کانتینر داریم، لایک تکست داریم. اوکی. خب حالا میریم سراغ مشخص کردن استیت ها. استیت خب این المان ها شد. خب این استیت اینجا میگیم که خب ما یه لت درست میکنیم، لایک آیا فالس لایک شده یا نه و لایکس کاونت.
اینجا در نظر میگیریم براش. خب مرحله بعد اینه که پارتیکل ها رو حالا قبلش میگیم که میخوایم آپدیت کنیم لایک کاونت ها رو. آپدیت لایک کاونت. اینجا یه فانکشن درست میکنیم، فانکشن آپدیت لایکس. اینجا به این صورت بچه نگاه دقت نکنین کلا اونجا لایکس تکست و تکست کانتنتش مساوی باشه با لایکس کاونت و حالا اون متنی که بعد از اون مینویسیم، مثلا مینویسه 189 لایکس. خب این است. مرحله بعدی مینویسیم پارتیکلز که شروع کنیم دیگه. حالا پارتیکل ها رو اینجا یه فانکشن مینویسیم create particles. ورودی هیچی بهش نمیدیم و اینجا میگیم particles container، داخلش فعلا خالی باشه. ما اینجا یک آرایه درست میکنیم که یک سری کد رنگی داخلش هست که من حالا از توی سورس کدم اینجا پیست میکنم. خب این از این بچه‌ها. بعد از اون هم می‌نویسیم که پارتیکل کاونت هامون 16 تا باشه. حالا من 10 تا اینجا نوشتم، میگم 16 تا. خب ما میام یه لوپ درست میکنیم فور و بذار اینو بنویسه، من خودم میام ادیتش میکنم. اینجا میام میگیم که خب از صفر شروع بشه پارتیکل کاونت، بعد آی پلاس پلاس پارتیکل اسپن. اوکی حالا اسپن درست میکنه هر کدوم از پارتیکل ها رو بر قالب یک اسپن درست میکنه، میاد اون کلاس لیست پارتیکل رو پیدا میکنه و این پارتیکل ها رو اد میکنه داخل اون. اینجا زاویه‌اش هم اومده اینجوری استفاده کرده، ولی خب من نمیخوام. نمی‌نویسم که math.py ضرب در 2 تقسیم بر پارتیکل count و ضرب در آی. این خودش که دیگه برای من نوشت. ردیوسش هم که ردیوس نه کانت میرسیم دیستانس فاصله هاشون میگیم که 35 مثلا 35 به علاوه math.random ضرب در 20. این از حالا میگیم که کانست، حالا این الان خودش نوشته محور x ردیوس کوسینوس انجل ضرب در دیستانس. من میگم که اینجا میگیم math دیستانس، اینم محور وایش هم میشه سینوس انجل ضرب در دیستانس. در آخر میگیم که set property این و اینو دیگه. حالا اینجا میاد اینجا خودش ما بزنیم رندوم کالر، بعد اومدش بکره گفته کالر هایی که اونجا هست رندوم کالرز لفت درسته، بک‌گراندش هم رندوم کالر باشه. اپند چار پارتیکلز کانتینر این پارتیکل ها رو بهش اپند کنه و اینجا هم ریکوست انیمیشن فریم هم اومدیم یه تابع ساختیم، گفتیم ریکوست انیمیشن فریم پارتیکل اون انیمه رو داخلش اضافه میکنیم و اینجا حالا میگیم که حالا ما میخوام لایک رو بنویسیم. خب لایک باتل هندلر فانکشن لایک پست. خب اینجا میگیم if liked، اگه لایک شد خب ریترن کنه، اصلا هیچ کاری انجام نده. لایکش رو شروع بکنیم، لایکس رو لایکس کانت یکی بهش اضافه کنیم، لایک باتن کلاسز اینو لایکش رو اد بکنیم بهش، create particles صدا کنیم، update likes این فانکشن update like رو هم صدا بکنیم. حالا برای آن لایکش هم می نویسیم، میگیم که یه فانکشن درست میکنیم آن لایک پست. البته دیگه تا آخرش نوشته این یه فانکشن درست کرد، اگر آن لایک بود که خب هیچی، فالس میکنیم، لایک کاونتش رو 0 در نظر میگیریم، اون لایک رو حذف میکنیم، آپدیت لایک رو صدا میزنیم. حالا اون بذاریم من اینجا پاک کنم، میریم سراغ بعدی. اینجا میگیم باتن کلیک اگر کرد لایک باتن دات اد ایونت لیسنر. اینجا اگر چیز کرد دیگه خب اینو نوشتیم دیگه. ما میگیم که اد ایونت لیسنر کلیک رو روی لایک باتن قرار میده، اگر لایک بود آن لایک پست رو
کال کن، اگر نبود لایک پست کار کن. روی ایمیج هم میایم از دابل کلیک استفاده میکنیم، اگر لایک نبود لایک پست رو استفاده کن و اون بیگ هارت رو شو بشه و بعد از 800 میلی ثانیه اون شو ریموو بشه. اینجا میایم تستش کنیم. اینجا دابل کلیکش کار نمیکنه، پس ما میفهمیم که پست ایمیج رو اگرش بریم بازم کار نمیکنه. آها ببخشید اصلا میکنم. اینجا داکیومنت دات کوئری سلکتور بچه‌ها، داکیومنت دات کوئری سلکتور. الان مجددا رفرش کنیم. آها الان کار کرد. الان اینا نگاه کنیم بچه‌ها کار میکنه به همین سادگی. خب بچه‌ها اگر دوست داشتین این مینی پروژه رو حتما منو سابسکرایب کنین، لایک کنین ویدیو رو، کامنت بذارین که من بتونم برای ویدیوهای بعدی انگیزه داشته باشم و بریم سراغ کلون کردن فیچرهای بعدی، اپ‌های بعدی، اپ‌های مهم مثل ایر بی ام بی، مثلا اسپاتیفای و اپ‌های محبوب دیگه مثل توییتر. و بهم بگین که دوست دارین که چه حالا میشه گفت یو آی از اپ‌های مهم، از اپلیکیشن‌های خیلی محبوب و اینا رو ما بخوایم کلون داشته باشیم. من رو هم داخل گیت ها هم قرار میدم و لینکش رو زیر داخل این دیسکریپشن این ویدیو قرار میدم که شما بتونین ازش استفاده کنین. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.